салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд, хуш омадед ба дарси ҳафтум аз китоби Истанбул А1. хуб, касоне ки дар бораи ин китоб маълумот надоранд ё ин ки бори аввал аст дар бигем ки видеои моро тамошо мекунанд, айни замон мо аз китоби Истанбул Yabancılar için Türkçe ders kitabı рафтастем, яъне қисми якумаш аст. Ин китоб дорад Истанбул А1, Истанбул А2, Истанбул Б1, Истанбул Б2, Истанбул J1, J2 шояд дошта бошад, аммо то ҳозир дар ман то J1 аст, яъне 5 муҷаллад аст дар ман. خب به هر حال این یک معرفی این کتاب بود، یعنی نام این کتاب رو اگر شما در گوگل نویسین این کتاب پیدا میشه و شکل پی دی افش میتونین فرارین در تلفن یا پلانشت یا کامپیوتر استفاده برین. و دوام تیم امروز درسی خودمونه، درسی که گفته بودیم از اوکوما آغاز میکنیم. اوکوما یعنی خواندن میشود. درسی گذشته تا اینجا آمده بودیم، خب کسانی که اشتراک دارن میدونن تا اینجا آمده بودیم و امروز باشد از اینجا آغاز میکنیم. موضوع درس امروزه همون جانشین های اشاراتی است که در زبان انگلیسی میگیم what is that, what's this, what's that برای دور، what are these برای نزدیک، برای شکل جمع، what are those برای دور. خب همین در زبان انگلیسی، در زبان ترکی میگیریم. یک روز یک نفر سوال کرده که در بین قدر زبان ها میگم که 3-4 زبان یک کمی چی نمیشوین مثلا، بله بعضی وقت در زبان روسی کلمه‌های زبان انگلیسی را استفاده می‌بریم، در زبان انگلیسی کلمه‌های ترکی را، در ترکی کلمه‌های انگلیسی را. بنابراین معذرت که کامپیوتر ما گاه میچسبه کامپیوتری سر. خب در اینجا صنف آمده است. صنف یعنی صنف، صنف یعنی صنفخانه. خب کمتر یک کلام کنیم اینجا. خب صنف یعنی صنفخانه، اوکوما خواندن. اکنون نگاه کنیم اینجا او نه درباره او بو شو درس گذشته گرفته بودیم، اگر خطا نکنیم بو شو او بله درس گذشته گرفته بودیم. و او نه یعنی وای چیست برای کمی دورتر، وای چیست برای کمی دورتر. او کلیما یعنی وای همون کاندیسیونر است. کاندیسیونر با زبان تاجیکی چی میشد؟ هواپولا ترجمهش کردن یا که خنک ترجمهش کردن. خب برادر دلشد در جدا باشن، اگر دلشد ترجمهش کرده بود ترجمهش نویسیم بار دیگر، یا هواپولا میشید یا که خنک میشید، به همین معنی ها. خب یا اون کسی اگر ترجمهش دارم نویسم، یعنی کاندیسیونر. خب ما کم کم از کلمه های روسی استفاده میکنیم چون که بعضی اسم ها را، بعضی چیزها را با زبان تاجیکی کسی نمیدونه. مثلا روز گفتیم به یک نفر گفتیم که هواپیما، میگه هواپیما چی است؟ یعنی سمالیات به زبان روسی است، هواپیما به زبان تاجیکی است مثلا. یا اینکه فرودگاه، مثلا همه ایرپورت شنیدگی هستن. خب مردم شهر خوب فرودگاه هم میدونن، اما مردم قشلاق یا که دهات، مردم دوردست شاید که با فرودگاه اونقدر شناسایی نداشته باشن. بنابراین به همین خاطر یک کم بیش از کلمه های روسی نیز استفاده میکنیم. کاندیسیونر او کلیما یعنی وای چیست؟ وای کاندیسیونر است. او تختم یعنی وای تخته است. تخته مقصد تخته صنفی است. اول او تخته یعنی بله وای تخته است. onlar kim الکی در اینجا اشاره به شکل جمع شد، یعنی با زبان انگلیسی اگر مثال بیاریم what are those، what are they یعنی اونها کیها هستن مثلا. برای که در اینجا به انسان اشاره شد. اگر اشیا میشد
those میگفتیم. خب برای انسان هم در زبان انگلیسی those میگن. بله those، these، این، those اونها، یعنی برای انسان در شکل جمع. خب مهم این زبان رو با اون زبان عدلش نکنیم. اونلار کیم؟ اونها کیها هستند؟ اونلار اورنجی، یعنی اونها دانشجویان هستند. خب اونلار نه این رسمی که در اینجا دیدین اینم رو در نظر دارد. اونلار نه، اونلار کتابlar، یعنی اونها کتاب ها هستند. در زبان تاجیکی اونها کتاب ها نمیگیم، اونها کتاب هستند، یعنی وای ها کتاب هستند. خب شو نه یعنی وای چیست؟ شو bilgisayar یعنی وای رایانه است. خب رایانه نکنیم به زبان تاجیکی است، اما این زمان رایانه شاید کم استفاده شود. کامپیوتر دستی است، bilgisayar. خب شونه وای چیست؟ شو کتاب یعنی وای کتاب است. خب در اینجا چی است؟ قلم است. شونه بو کلم یعنی این قلم است. بو کلمی آیا این قلم است؟ هایر بو کلم دیل، بو دفتر. نه این قلم نیست، این دفتر است. بو نه این چیست؟ بو سرا این میز است. خب میز در زبان ترکی سرا هم میزی که خب با معنای پرتای صنفی در صنف استفاده می شود، با معنای اون است سرا. و سرا نوبت رو نیز میگویند، یعنی اگه نزد نانبوی خونه می روید یا که نزد یگان چیزی که مثلا قطار ایستادگی هستن یا نزد خزینه مثلا برای بلیط خرید، اونجا سرا میگویند، یعنی سرا نوبت. اون نوبت رو با زبان ترکی سرا میگویند. خب کی باشد؟ دیل بیلگیسی گفته قاعده، یعنی قاعده گراماتیکی یا همون گراماتیکا یا دستور زبان به زبان تاجیکی دستور زبان رو میگویند. خب بو شو آ یعنی این وای. در زبان انگلیسی this that آمده است. خب کیم نه در زبان انگلیسی who what آمده است. مثلا بو مسا اینجا میگیم یکن نوشته است. یکن برای نزدیک. بو برای نزدیک استفاده می شود. چطوری که در رسم میبینید بو مسا یعنی این میز است. شو مسا یعنی وای میز است، یعنی برای کمی دورتر. او مسا چوک اوزاک یعنی خیلی دور. مثلا در یک خیابان هستین، در یک کوچه هستین، میپرسین که هستانه نرده. خب میگیم شو هستانه، یعنی مثلا شاید که 20 متر است، 30 متر است یا که دیگه مثلا میگم که وای چی است؟ بیمارخانه است. اما وقتی گفتیم او هستانه، پس اینجا یا همون اخیر کوچه را در نظر داریم یا که ناحیه دیگه یا که ولایت دیگه یا کشور دیگه یا خیلی دور را در نظر داریم او. خب اما از چیزی که با چشم دیده می شود زیادتر بو و شو استفاده می شود، یعنی this that، یعنی چیزی که در نزد ما است. مثلا یعنی این استکان مثلا در نزد من است، میگم که بو فنجان یعنی در نزد من است. اما وقتی که یک 10-20 متر دورتر باشد میگم که شو فنجان، شو یعنی با اشاره با دورتر اشاره میکنیم. خب این بود فرقیت ها در بین بو شو او. اینجا که مثال آورده است örnek مثال örnek. اینجا شکاف است. خب شکاف به زبان روسی، دولاب به زبان ترکی، به زبان تاجیکی جوان. بو نه بو دولاب. این دیر تر برای چه آمده است؟ اینها یک چیزی تأکیدی هستند. اینا را اگر بخواهیم میگیم، نخواهیم نمیگیم. یک چیزی اختیاری است. یعنی البته در وقت گپ زنی کم استفاده میشه در بین ترک ها. یعنی بو نه دیر بو دولاب تر. یعنی در زبان تاجیکی خیلی مثال بیاریم. مثلا در زبان تاجیکی اگر همین ترجمه کنیم بو ندیر این چی است. اما در زبان تاجیکی این چی است نمیگیم، میگیم ایچیای یا که این چیست. این چیای. بو دولاب این جوان یا که این جوان. اما بو دولاب تر این جوان است. خب
یعنی وقتی در بین قوس آمد دیگر وای اختیاری است، یعنی بگیم خوب نگیم هیچ گپ نداره. بو kimdir? Bu ne برای چی بود؟ اشیا bu ne. اما bu kim برای انسان. Bu kim bu kimdir? Bu kim? Bu kimdir? این کیست؟ این کی؟ این کیست؟ خب در جواب bu öğretmen. Bu öğretmen. Bu öğretmen. این معلم. این معلم است. öğretmendir. این معلم است. خب اومدیم در اینجا رسیدیم. Örneklerdeki gibi cümleler oluşturalım. Yani به مثل همین جمله هایی که در اینجا خونده، مثلا بونه، بو دولاب، بو کیم، بو öğretmen، به مثل همین اینجا میگه که چیه جمله ترتیب میدیم، یعنی از پیش خودمون جمله میاریم مثلا. یعنی این رسم خونه را دیدستین. اینجا باید هم سوال بگذاریم هم جواب بدیم. خب سوال چه خیلی می‌نویسیم؟ این در پریمیر گذاشته میشود ویدیو. خب شما اول بگین بعد من می‌نویسم. میشود؟ منتظرتونم. خب کسانی که ویدیو را بعدا تماشا میکنن، اگر چندی که نوآموزم باشن کوشش کنن یا کنن این خانه اصلا خانه ایو میشود. ایو این چی میشد؟ ای بو خانه بو ایو. علامت سوال چی بود؟ می بو ایو می مثلا در اینجا مثالش آورده بوده. خب بو ایو می یعنی این خانه است. این خانه است. آیا این خانه است؟ اما اگر ندانی که این خانه است یا که دیگر بو نه سوال خواهد میشود. با بو نه یعنی بو نه این چیست؟ بو ایو می آیا این خانه است؟ یعنی با دو طریق سوال میتیم. خب در اینجا چه خیلی که در کتاب اون است همون را بگیریم. چه خیلی میگیم؟ من فکرم که نوشتنش. خب این خیلی میادم. بو نه بیاین درشن نمی نویسیم. خب درشن نمی نویسیم چون که یک چیز اختیاریه. بو نه بو ایو مثلا می نویسیم. بو ایو این خانه است. خب برای دخترک چی می نویسیم؟ خب بو کیم. خب شما دوامش نوشتن بگیرین. اینجا گل است، اینجا مثلا فوتبال باز است. بو کیم. خب اینجا کم نوشتیم. بو کیم این کیست؟ خب علامت سوال کنیم. اینجا علامت سوال داره. بو کیم این کیست؟ بو مثلا میشه بو کز یعنی این دختر است. یا اگر طلبه باشد مثلا میگیم که بو بو öğrenci. Bu öğrenci. Bu öğrenci این طلبه است. öğrenci هم دانشجو را میگن هم طلبه را میگن. طلبه مکتب. خب این گلا یافتین چی می نویسیمش؟ بو نه این چیست؟ خب جواب بو çiçek. Bu çiçek این گل است. این گل است. خب اینجا bu kim می نویسیم. bu kim این کیست؟ در جواب چی می نویسیم؟ bu futbolcu. Bu futbolcu یعنی این فوتبال باز است. فوتبال باز یعنی بازیگر فوتبال. و بو نه این چیست؟ خب اینجا درخت است. میگم که بو ağaç یعنی دختر میگفتیم درخت میشیده. بو ağaç یعنی این درخت است. بو kim این کیست؟ بو دکتر. خب بو دکتر آخران کلمه
خب آخرین رسم بو نه این چیست؟ جواب بو صندلیه. بو صندلیه. خب بو صندلیه. خب این کرسی است. صندلی کرسی میشه نه؟ این کرسی است. خب اینجا چی است؟ خب این دوامی همین است، یعنی کیم نه هست، یعنی خب این تمرین 4 یک موضوع دیگه آغاز می شود. موضوع جمع کردن اسمها هست. این خوب میشه که در درس آینده سر کنیم، برای که دراز است ویدیو دراز می شود. بنابراین در همین جا درس امروزه را به پایان می رسونیم. خب تا اینجا آمدیم. از درس آینده از تمرین 4 میگیریم. aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim. Yani kelime üzerine رو در جایهای خالی مناسب جابجا گذاری میکنیم. خب تشکر از همتون برای تماشای این نوار و برای دستگیریتون. سلامت سربلند باشین. یگان گفتنی، پیشنهاد، سوال داشته باشین مرحمت بفرمایید و اگر نباشد با همین خداحافظی میکنیم. خب نظر و فکر خودتون رو در زیر ویدیو نویسین یا در اینستاگرام نویسین دنیای زبان ها و تا جایی که میدونیم در خدمت هستیم و این زبان رو کوشش میکنیم که یادتون بدیم. خب و در آخر گفتنی هستیم که ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. کامیاب و سربلند باشید.